بلی مگوت د وان کیلان دجش خوا کنگریا چهارمین یا مجلس سوریا دموکراتیک مسدی لرقای دوام دیگه کنگره به داخله که بداوی ببلی هر ده همان چارچوبه کنگره ده گلک عالی و ریتخستان جیش بو کنگره پیام وشاندن کو فرمانداری گشتی قصد مظلوم عبدی هر وهاری و بریا خسر لعالیه که دن سیاستمدار او روشنبین جدر و جی پیام جبو کنگره چهارمین یا مجلس سوریا دموکراتیک قصد شاندمون ده پیامان داخل هری سرکیا کو درکت پیش رول او میسیونا مسد یا د چاره سریا کریزال سوریا او هر وهم تفگراوی یا د و خباتی ده ل عالیه کردن ریبریا خسر جیم د پیام خویا جبو مسد کنگره مسد شاندی ده تقاضی سرویه که کرکو به ریبریا خسر او مجلس سوریا دموکراتیک مسد چاره سریا پرزیریکا سوریه نپیکانه. فرماندار گشتی حزب سوریا دموکراتیک قصد مظلوم عبدی بریا برنامه زومی بشتاری کنگره چاران آم مسدی بو. عبدی پروژه مسدی و که آلترناتیف راستقین و ریایکانه یا بداوی کنه آلوزیا سیاسی شر و ترورال سوریه نرخاندوها گوته. دمکی ده که رژیم سوری و مخالفت خود سپیره در و دیتنا چاره سریه جبو آلوزیا سوریه ده ببن کتن و قصده ماواکرنا مسده پیوسته که دیروکی دید. ده انجام بن کپتنا سیاستین لسوریه ده سوریه بویه قادا کومن تروریست و رادیکال و یکی روشک بهوی لجم تبای سوریان چکر. عبدی اشارت پیکر که حکومت شامی هینا پشتا خود ده چاره سریا سیاسی و افتشت گوت. ما اویک ده بویرین وی داویه ین الهرما دیرزوری ده دیتن. ایتلاف جی گریدای آجانده این در و تو برنامه اینوی تننه. هر وها لگل هیز نام نتوی برنامه که خورد تنه یکو چاره سریه بریوه ببه. فرماندار گشتی قصد مظلوم عبدی آخافتن خوا وها بداوی گره. قصد وی پشتگیریه بده تواهی بریارین کنگریا مسده. ام بانگ لمسده دکن که مخالفتان اجتماعی سوریا یبری خستن بکن. هفسروک مجلس ساری و بریا خسریا دموکراتیکا هریما باکو روشلات سوریه حسین عثمان جی دو کنگریا مسدی دا آخوی. عثمان دست نشان کر که هریمین باکو روشلات سوریه جبو بداوی کنا آلوزیه چاره سریه هری گونچاون و هاداویل آخافتنا خوانی. تجربه ریبریا خسر مدل که نشتمانی دیاره که ناسنامه نشتمانی سوریه و یکیتیاوی خورتردکه. اف پروژه همبر توای هولدان قرکرین سیاسی و جواکی در خستنا تبلیغی البرخدا. مجلس ساجنانا سوریه جی دست نشان کر که دویژن خودی درفتن و که بنتاکو داشتی و ساز کرنا دستور ادنونرتیا ولات خوابکنه. انداماری و بریا مجلس ساجنانا سوریه سوهل سنوح دست نشان کر که بی آواکرنا پرگالا نناوندی یا سیاسی آبوری و چاندی بریا دیالوگا سوریایی چاره سری نپیکانه.